یک دونه تربوز از 25 تا 35 سومانی، یک دونه خربوزه از 30 تا 70 سومانی. این قیمت ها در تاجیکستان در یک کشور کشاورزی در اوج موسم این محصولات پالزی است. تربوز و خربوز این واشه یگانش در ایراس نمیگیرد، از با این 30 سومون و 35 سومون. یاد ندارم که همین صبح ما چند بار گرفتم. یک بار دو بار گرفتیم تمام دیگه. با سری نخوردیم ده. یک نرخ همه بین دیگه دیرید با پولت میسوزه نمیتونی خورد. حالا در بازارهای تاجیکستان تربوز و خربوزه محلی را تقریبا پیدا کردن غیر ممکن شده است. فعلا در همه مناطق کشور این تعداد محصولات از خارج وارد می شود. ما این محصولات خربوزه مقصد ازبکستان است. علاوه سرحد 25 سوم میگیرن. تو با جرم یک خودش 30 سومون ما میرم میخریم که اکثریت در 15 سوم نمیارزه، در 10 سوم نمیارزه. بسیار خریداران با طنز میگویند که میوه و پالزی ها در تاجیکستان به بهشتی تبدیل شدند. آن را میبینی اما به خریدن و خوردن زورت نمیرسد. زیاده از 300 نفر میاد 10 کس 12 نفر میشود. بسیار من خیاط هیچ کنه زورش نمیرسه بخرم. رستم مدموسویف ساکن 28 ساله ناحیه رودکی 10 سال اخیر تربوز پرورش میکند. او میگوید در این 10 سال بار اول است که از کشتزاری تربوزش حاصل ناچیز به دست آورده است. میتونیم امروز رسخوتی که برآوردگیم امروز بازار که میپشونه یا نمیپشونه همیشه میشود. رستم هر سال از 2 گکتار پالز تربوز تا 10,000 دانه تربوز آن هم خیلی بزرگتر از امسال جمع آوری میکرد. حالا در حدود 3,000 دانه تربوز جمع آورده فروخته است و امید زیادی از حاصل پالزش ندارد. باران که بسیار شد سلفاً کرده بودیم زمین درآمده نشد، هوا بارانگری علف که بسیار برآمد بعد سلفاً را کندیم. این دارو پرتافتن در کار بود، دارو با مثلا زور ما تا رسیدنش زدیم. خدا با شکر که همیشه شد. ایده معدهش بسیار تر شد، معدهش بسیار شد که اوجه میدونه که رسوته نمیبره. کشتزاری تربوز و خربوزه در تمام مناطق تاجیکستان سال جاری همین گونه کم حاصل بوده است. مقصد شهر توز یا قمسنگیر میره خربوزه ای مایده 10 سوم 15 سومش میگه سر زمین ده. تربوزه که واسه 15 سوم میگن در سری پلا پورتول امور 2 سوم 3 سوم فروش ده بود. مثلا تا 17 سوم سری پلا داشته است. با این حال وزارت کشاورزی تاجیکستان گزارش داد که در 6 ماه سال جاری در کشور حدود 262,000 تن پالزی ها مخصوصا تربوز و خربوزه جمع آوری شده است که حدود 23,000 تن نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است. حالا سوال در ذهن ها چرخ میزند که آن حاصل فراوانتر از یک سال پیش که در بازار به نظر نمی رسد کجا شده است؟